سلام. اگه بودجه هول و هوش 10 میلیون تومان به بالا رو دارید، یعنی بین 10 تا 13 میلیون تومان، امروز توی این ویدیو قراره که یه کیس گیمینگ فوق اقتصادی بین بودجه 10 تا 13 تومانی رو بهتون معرفی کنم. پس با من همراه باشید. امیرحسین هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. چرا گفتم 10 تا 13 تومان؟ چون متغیره. بعضی از این قطعا رو میتونید تغییر بدید، به 10 تومان برسونید و میتونید تو بهترین حالت به 13 میلیون تومان یا 14 میلیون تومان هم این کیس رو برسونید. کیس خیلی کیس خوبیه، جمع و جوره و اکثر گیم های روز رو با FPS خوبی باز میکنه و دونه دونه میخوایم بریم سراغ قطعاتش. قبلش تشکر میکنم از دوست عزیزم که کیسش رو به من داد تا این ویدیو رو بسازم و پس پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سایتش هم بزنید. سایتش تکلوب داتایاره، یکی از بهترین سایت ها تو زمینه فروش سخت افزار، چه حالا قطعات کامپیوتری چه قطعات شبکه، از مودم بگیر میکروتیک بگیر، یه سری حتما به سایتش بزنید و محصولاتی که مورد نیازتون هست رو پیشنهاد میکنم از سایت تکلوب داتایار تهیه کنید و اینجوری دیگه حتما دوست داشتید یه سری به سایتش هم بزنید. بچه‌ها با اولین قطعه شروع میکنیم. اینجا من قیمت ها رو دونه به دونه میگم و بعد میریم با هم کیسش رو نگاه میکنیم. چون میگم یه خیلی سریع اتفاق افتاد، من ویدیوش رو گرفتم ولی الان میایم دونه دونه اسم قطعات با قیمتش رو میگم بهتون. امروزم که 21 فروردینه. خب آقا با قطعه اول شروع میکنیم. قطعه اول مادربردش هستش. مادربردش MSI H81M P33 هستش. یه مادربرد DDR4 از سری 81 و قیمتش 1,600,000 تومنه که همه این قطعاتی که بهتون قراره بگم بچه قطعات دست دوم هستن، قطعات آکبند ندارید. یعنی الان مثلا شما نمیتونید این مادربرد رو به صورت آکبند پیدا کنید، خیلی محدود میشه، ولی میگم نمیتونید آکبندش رو پیدا کنید. و حالا اگه خواستید سری H81 تهیه کنید، مهم هم نیست MSI باشه، گیگابایت هم میتونه باشه، ایسوس هم میتونه باشه، هر کدوم که دیدید سالمه و قیمتش هم قیمت خوبیه میتونید تهیه کنید. و سوکت این مادربرد 1150، پس شما باید سوکت سی پی یو تون هم 1150 باشه و کلا میتونید اینو تا سری i7 4770 ارتقا بدید. 47 یا 4970 i7 4970 یا 4770 میتونید ارتقا بدید. ولی من دوستم روی این سیستم اومده i5 4750 انداخته به قیمت 1,320,000 تومان که میتونید از تیجی کالا یا سایت های دیگه هم تهیه کنید. از سایت دوست منم که تکلوب داتایاره میتونید این قطعات رو استعلام بگیرید و تهیهش کنید. و میرسیم به رمهاش 2 تا 8 گیگ 1600 که دونه 600,000 تومنن. رمها DDR4 هن و فرکانسشون هم 1600 هستش و طبق قیمت های که حالا گشتم 600,000 تومنه دونه. 2 تاش 8 میشه 1,200,000 و میتونید رمو فقط 8 ببندید، 600 تومن از قیمتش کمتر کنید دیگه. و میرسیم به قطعه بعدی. قطعه بعدی SSD مون هستش که لکسار NS120 120 گیگ هستش و قیمتش 900,000 تومنه که پایین ترین SSD دیگه. من پیشنهاد میکنم 250 به بالا SSD ببندید. و قیمت هارد دیسک رو نمیگم چون هارد دیسک یه دل بخواهیه، میتونید بذارید میتونید نذارید. و قطعه بعدی که گرون ترین قطعه هستش کارت گرافیکمون هست که AMD RX 580 و توی این سیستم ما از MSI RX 580 استفاده کردیم و 3,5 میلیون هم قیمتشه. از سری آرمور، خیلی دمای خوبی داره و خیلی هم پرفورمنس خوبی داره. و قطعه بعدی پاورمون هست که حداقل پاور برای این سیستم، پاور 450 وات گیرینه که 2,200,000 تومنه قیمتش و آکبندش هم تو بازار پیدا میشه. و قطعه بعدی که
که میشه فن سی پی یومون. میتونید فن سی پی یو خود اینتل رو بذارید که 100 تومن 150 تومن تو بازار، ولی ما اومدیم از تاینی کول 90 استفاده کردیم که برای شرکت گیرینه که قیمت اونم 400,000 تومنه. میتونید به صورت آچمن پیدا کنید. و قطعه آخر هم که کیسش میشه 1,700,000 کیس گیرین پارس ایوو رو من پیشنهاد میکنم. حالا کیس دوست من فاتر بود که اصلا مناسب نبود و کارت گرافیک توش جا نمیشد. مجموع قیمت ها 12,820,000 تومان هستش که میگفتم میتونید مثلا یه رم کم کنید که وقتی یه رم کم کنید میاد میشه 12,220,000 تومان. یا میتونید کیسش هم برید یه کیس مثلا دستو فقط جاشه مثلا پیدا کنید که اونم مثلا الان مثلا 400,000 میشه. 1,300,000 هم کم کنی. گفتم میتونید قیمت رو بیارید برسونید هلوش 10 میلیون تومان، کاری نداره. و از لحاظ ارتقا پذیری هم ارتقا پذیری خوبی داره. تا 32 گیگ میتونید رم و ارتقا بدید و دیگه میتونید سی پی یو تون رو i7 کنید و همین. ولی با همین سیستم که یه سیستم میگم 12 میلیونیه میتونید گیم های روز رو تقریبا اجرا کنید. حالا دوست من ردد رو بازی کرده، فورزا هورایزن رو بازی کرده و گیم های دیگه. و میگم در ادامه هم الان میریم یه بررسیشو میبینیم در ادامه که ویدیوشو گرفتم. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، یادتون نره زنگوله رو بزنید و بعد ویدیو یه سری نکات دیگر هم میگم براتون. خب دوستان حالا اینترو رو دیدید و وارد ویدیو شدید. ویدیو امروز 18 فروردین داره ضبط میشه. نمیدونم کی قراره منتشر شه و خیلی یهویی شده. یه دونه سیستم فوق اقتصادی گیمینگ داریم اینجا که واقعا سیستم خیلی خوبیه و برای دوست خوبم هم هستش. حالا اول ویدیو گفتم و دیگه تکرارش نمی کنم. خب آقا میریم اول از همه با مشخصاتش شروع کنیم. بچه آقا مشخصاتش باید بهتون بگم که از مشخصاتش میریم سراغ پروپرتیزش و آره بچه ها سی پی یو i5 4570 از نسل 4، رم 16 گیگ. خب مشخص DDR3. و حالا میگم زیاد به صفحه کامپیوتر قرار نیست نگاه کنیم. اصل کار این کیسه که کیسش بچه ها کیس فاتره که من از کیسش خوشم نمیاد زیاد. خب و الان که حالا بازش کنیم نگاه کنیم میفهمید کلی عیب و ایراد داره و اصلا این سیستم به این کیس نمیخوره. فکر کنم فهمیدید. آقا مادربرد MSI H81M مدل PC3، یه مادربرد اقتصادی که حالا قیمتاش هم توی اول ویدیو گفتم فکر کنم یا حالا آخر ویدیو میخوام بگم نمیدونم. بعد اینجا یه دونه فن گیرین داریم تاینی کول 90 و این هم فن خودی کیس فاتره که اصلا منطقی نیست این اندازه فن. ما اینجا یه دونه هم پاور گیرین 450 وات داریم از نوع اکونومی سریز. و این پایین اصل کار اینه، یه دونه کارت گرافیک MSI RX 580 8 گیگ و یه دونه هم اینجا لکسار 120 داریم. خب و تمام دیگه این کلیتی کیس. یه جفتم رم 8 داریم که میشه 16 ولی کیس اقتصادیه، یه ذره گرد و خاکه که حالا دیگه کیس کار میکنه خاک میگیره دیگه، باید تمیز شه. خب طبیعت. و آره روشنش کردیم. حالا یه محیط بایوسش هم نگاه کنیم تمومه و میگم مشخصاتو که دیدیم. بایوسش هم بچه UEFI و UEFI به محیطی گفته میشه که شما موس دارید دیگه، کیبورد لازم نیست، یه محیط خوبه تقریبا. اوسی پروفایل، هاردویر مانیتور داریم. اینجا میتونید دما رو نگاه کنید، سرعت فنها رو تنظیم کنید. کلا یه بایوس خیلی خوبیه. بورد اکسپلورر داره اینجا بهتون نشون میده بچه، این بک پنلشه که دارید نگاه میکنید. 2 تا USB 3 داریم، 2 تا USB 2 داریم، 4 تا USB 2 داریم. خلاصش 2 تا USB 3 DVI VGI و اینم حالا کارت صدا. بعد این PCI Express مونه و خیلی جالبه واقعا، اینو من ندیده بودم تا حالا. شرکت رو میکرون زده، میگم شرکتش یه ذره عجیب غریب و چقدر باحاله واقعا، همه چی اینجا نشون داده. این خیلی جالب بود برای خودم. بعد ببندیم دیگه.
خب اینجا اوورکلاک و ستینگ و از اینجور چیزا داریم. سی پی یو 48 درجه که نسبت به این فنی که الان بسته خیلی خوبه. دمای کارت گرافیک هم حالا تو ویدیو دیدیم همون هولوش 40 41 42 دیگه. نهایتا من توی استرس تستی هم که گرفتم 60 شد دماش. بازم الان میریم توی محیط خود ویندوز نگاه میکنیم، بریم محیط ویندوز و از اونجایی هم که SSD روشه، سرعت لودش هم سرعت خوبیه. الان میبینید UEFI هم هست بایوسش. میتونید بوت لوگوش هم عوض کنید. ویدیوشو ساختم، این بالا بهتون پیشنهاد میشه چجوری بوت لوگوی ویندوز رو عوض کنید، مثلا جای این لوگوی خودتون رو. خب دمای کارت گرافیک هم میخوام بگم براتون 37 درجه سالن. الان که عالیه، میگم من نهایتا 60 شو دیدم که بازم دمای خوبیه. این تا 85 90 درجه جا داره لحاظ دمایی. و میگم تنها مواردی که توی این کیس واقعا فاجعه است کیسشه واقعا. اصلا حالا این خودش یه نوع اشتباه اسمبلیه که اصلا این کارت گرافیک چجوری اینجا جا شده. بچه‌ها میبینی حالا این کارت گرافیک اصلا در آوردن انداختنش برای خود کارت گرافیک آسیب زننده است. از این کارا نکنید. ولی حالا از اونجایی که هم رفیق من هم خودم رشتم اون کامپیوتره، اصلا میگه که چی میگفتن کوزه‌گر از کوزه شکست آب میخوره، یه همچین چیزیه. اینم همونه. و من خودم قبل این کیسی که حالا این پشته و کیس خودمه و دیدی یه همچین کیسی داشتم و 1050 تی هم تو همین وضعیت از این بدتر هم بود. حتی میگم یکی از قسمت‌های بعدش این پورتشه که این HDMI سخت میره میاد و اصلا اگه شما میخواید کارت گرافیک بزرگ بندازید کیسو اصلا بگردید کیس آریایی گیرین، فکر کنم خیلی بهتر باشه تا این. و سمت همچین کیسی نرید، حتما به انتخاب کیس دقت کنید، به انتخاب پاور دقت کنید. کل پکیج این سیستم عالیه. علاوه قیمتی هم مطمئنم قیمت اقتصادی هستش به جز کیسش که کیس هم یه کیس دیگه معرفی میکنم بهتون و اینم از این کیسی که با هم دیدیمش. خب دوستان اینم از ویدیویی که دیدید. نکاتی که اینجا هست، چون قطعات دست دومه باید از یه جای مورد اطمینان این قطعات رو تهیه کنید. یه مورد که میتونید از سایت تکلوب داتایار تهیه کنید که میگم استعلام بگیرید قیمت ها رو و راهنمایی بگیرید، از سایت دوست من تهیه کنید. یه موردم میتونید از یه فروشگاه مورد اطمینان بگردید ببینید و تهیه کنید و سعی کنید حتما مهلت تست بگیرید، چون مثلا مادربردش گارانتی دار نمیشه ولی در عوض میتونید مثلا یه هفته مهلت تست بگیرید. و بابت قطعاتی که میگیرید حتما مهلت تست بگیرید. حتما به ظاهر قطعات توجه کنید، مثلا ظاهرش خازنها باد نکرده باشه، مثلا عجیب غریب نباشه، ظاهرش تمیز باشن و حتما به ظاهر قطعات توجه داشته باشید. و به کل چون کالا دست دومه یه ذره حواستون جمع باشه، ولی میگم اگه بتونید سالمش رو تهیه کنید و این قطعاتی که بهتون میگم رو بگیرید، با حداقل ترین قیمت میتونید یه سیستم گیمینگ میگم حداقلی تهیه کنید که گیم ها رو با FPS خوبی باز کنه. و امیدوارم خوشتون اومده باشه. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، یادتون نره زنگوله رو بزنید و من در آخر 2 تا ویدیو بهتون پیشنهاد میدم که براتون کاربردیه. مرسی تا آخر ویدیو همراهم بودید و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون باشه.